این بچه رو من امروز خریدم، یه بچه گربه هیمالایی. گرفتمش که ناز بود، خیلی ناز بود. بعد که آوردمش تو خونه ترسیدم، گفتم نکنه این انقدر کوچولوه. بردمش دامپزشکی ضد انگل. انقدر کوچولوه یه دفعه مثلا تو خونه دستشویی کنه. خیلی کوچولوه نسبت به دست من. ببینید انقدر زبله. خودش اومد پرید رفت تو جاخاک، یه خورده گشت بازی کرد، پرید تو جاخاکش، قشنگ غذاشو خورد، آبشو خورد، پرید تو جاخاک، جیششم کرد. اینها اومد گرفت خوابید. یعنی اصلا باورم نمیشه که یه بچه گربه 45 روزه انقدر مستقل. من گفتم الان میاریمش خونه، بالاخره یه جایی یه جیشی دستشویی چیزی میکنه. برای خودشم گرفت خوابید. اصلا کاری به کاری کسی نداره.